و پروازت هم پرواز نرمی باشه. مثلا یه موردی که شما داشتی استیکو یه رو پر میکنی. ایرادی که همتون توی پروازاتون دارین، چه اونایی که سابقه پروازی دارید چه اونایی که دفعه اولتونه، خیلی بد رادیو رو دست میگیرید. مثل اینه که بد بشینی پشت فرمونه باشی. خب نحوه دست گرفتن رادیو، اینکه چه شکلی سر استیکو درست بگیری، انگشتتو هی بر نداری از روی استیک، اصطلاحاً خودمون تقه نزنی تو سر استیک. خب خیلی مهمه. همتون اینطوری اینجا پهنای انگشتو میذارید روی استیک، تپ 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 میزنید تو سرش و پرنده رباتی طور تیک تیک میزنه. وقتی که میخوای رادیو رو دست بگیری، دست من رو ببین، رادیو رو باید کاملا مسلط تو دست بگیری. این دوتا انگشت روی اسلایدر رو باتمای خود رادیو باشه، با این دو تا انگشت اینجا گیری پای رادیو رو بگیر و با سر شست، این که میگم سر شست اینا هی پهنای انگشتتون رو نذارید اینجوری تقه بزنید و اصلا خواه نخواهی لرزش میفته به دسته، تیک میزنی. میدونین چی میگم؟ و فکر کن رفتی توی محیط کوچیک میخوای تصویر بزنی، دائم داره قابل تیک